خدایا خود را بشناسم. کتاب خاطرات از ادبیات شناس و نویسنده شهیر تاجیک زنده یاد رسول هادی زاده. تهیه و صدا رامین هادی زاده. فصل 8. دوشنبه، سمرقند. ماه سپتامبر سال 1970 در جمهوری ازبکستان جشن 2500 سالگی سمرقند با شکوهی تمام تجلیل گردید. در جشن با دعوت دولت ازبکستان، هیئت وکیلان معتبر تاجیکستان به طرز رسمی، اینچنین تعداد زیادی سمرقندیان مقیم تاجیکستان و زیاییان غیر سمرقندی به حیث تماشابین و سیاح شرکت داشتند. به مناسبت جشن در مطبوعات علمی و ادبی تاجیکستان درباره مقام سمرقند در تاریخ تمدن جهان از جمله فرهنگ و ادب تاجیکان مقاله‌های زیادی چاپ شد. کتاب و مجموعه‌های ادیبان و دانشمندان تاجیک به طبع رسید. از جمله در شماره 9 سال 1969 مجله صدای شرق مقاله این جانب را به عنوان مقام سمرقند در ادبیات تاجیک مندرج ساخت. سمرقند به جز آنکه در دوام عصرهای متمادی از مرکزهای مهم ادبیات و زبان فارسی بود، در آغاز عصر 20 در دوران بیداری آسیا در جنبش اصلاحات خواهی و معارف پروری نقش مهم بازیده است. مکتب‌های اولین اصول نو تاجیکی را محمود خواجه بهبودی، سید احمد خواجه عجزی و عبدالقادر شکوری تشکیل نمودند. کتاب‌های درسی مکتب‌های جدید را حاجی معین مهری، عبدالقادر شکوری و اسمت الله رحمت الله زاده ترتیب دادند. به این واسطه در زبان ادبی تاجیک نیز سبک و اسلوب نو به وجود آمد و از تکلفات و مرکبات عصرهای پیشین آزاد شد. سمرقند از شهرهای اولین تاجیک نشین بود که سال 1917 انقلاب اکتبر در اینجا ظفر یافت و حاکمیت شورایی اعلان گردید. اولین مجله تاجیکی شورایی و بلشویکی هم با نام شعله انقلاب در سمرقند انتشار یافت. سردبیر شعله انقلاب سید رضا علیزاده از مردان روشنفکر ایرانی الاصل سمرقندی بود. در مجله با مقاله‌های سیاسی و معرفت آموزی و ترغیب مکتب و معارف صدرالدین عینی فعالانه اشتراک می‌کرد. بعد از انقلاب اکتبر در سمرقند شماره مکتب‌های تاجیکی خیلی افزود. در تشکیل و توسعه مکتب و معارف تاجیک برابر معلمان تا انقلابی تاجیک عبدالقادر شکوری، عجزی و رحمت الله زاده، خدمت معلمان جوان نوبرآمد نیز کلام بود. پدرم که در ردیف جوان معلمان بود نقل می‌کرد که به اجازه و مشورت یکی از سروران ازبکستان، یلداش آخونبابایف، رئیس کمیته اجرایی جمهوریوی، معلمان گذر به گذر گشته از مردم به تشکیل مکتب‌های تاجیکی رأی می‌پرسیدند. در نتیجه با خواهش و میل مردم در شهر و دیهات و باغات اطراف به طرز عاموی مکتب‌های تاجیکی تشکیل گردید. در این مورد می‌خواهم نام چند معلمان فداکار تاجیک سمرقند را اینجا ذکر نمایم. آنهایی را که دیدم یا نقل از آنها شنیدم: اعظم خان شهیدی و اعلم خان شهیدی، قاری عاصم اسمتی، وفاخان عثمانی، فخرالدین معروفی، جورقل کاملی، احمد کمالی، مقصود خان بهبودی، حیدر خان و رضا خان هادی زاده، عبدالرحمن جامع، کنجه حامیدی، محمود جان اسماعیلی، تورقل ذهنی، نبیر خواجه ولی خواجهیف،
حقبردی عثمانی. نشریات دولتی تاجیک برای مکتب‌های هم سمرقند و هم تاجیکستان کتاب‌های درسی و تعلیمی چاپ می‌کرد. در اطراف نشریات با راهبری عینی مکتب مترجمان و مؤلفان کتاب‌های درسی، دایره ادبی نویسندگان و شاعران جوان تاجیک به وجود آمد. این همه شکوفه‌های نوی فرهنگ و علم و ادب تاجیک در سمرقند برای علم و مدنیت نوی جمهوری تاجیکان نمونه عبرت و پیروی بود. علاوه بر این نمایندگان ضیاییان سمرقند رفت و آمد را به کوهستان تاجیک خصوصا پنجکند و فلغر سر کردند. در نتیجه زمینه مستحکم رابطه های آینده فرهنگی سمرقند و تاجیکستان به وجود آمد. دکبر سال 1929 تاجیکستان در هیئت SSSR جمهوری مستقل شد. در این وقت ساختمان راه آهن ترمز دوشنبه به آخر رسید و تاجیکستان به فضای عمومی SSSR و به این واسطه به جاده مناسبت‌های بین الخلقی برآمد. تشکیل دولت مستقل با نام تاجیکستان آرزوی دیرینه نه تنها تاجیکان مرزهای جغرافی تاجیکستان بلکه همه تاجیکان آسیای میانه بود. از اینجاست که تاجیکان شهرهای متمدن قدیم ازبکستان به یاری آباد و معمور نمودن جمهوری تاجیکستان همچون وطن نوی خود آمدند. از سالهای 24 و 25 چند حزبیان جوان سمرقند برای اجرای وظیفه‌های حکومتی و حزبی تاجیکستان آمدند. در صف این شخصان یحیی افضلی جوان تا مرگ نابهنگامش در سال 1928 دبیر کمیته حزب ولایت حصار بود. از اول سالهای 30 هجرت ضیاییان سمرقندی به دوشنبه خیلی قوت گرفت. اینها همه جوانان تحصیل دیده در دانشکده و دانشگاه‌های تاجیکی سمرقند بودند. به زحمات و همت و کوشش آنها رونق مکتب و معارف، صنعت موسیقی و تئاتر و ادبیات معاصر تاجیک نیروی تازه پیدا کرد. این جوانها منزل و خانه‌های آباد و معمور و روزگاری آسوده و فراوان را صرف نظر نموده و شهرک خاموش و ناآباد دوشنبه آمدند. در خانه‌های سرد و خسپوش و زمینکن جای گرفته، در کوچه‌های پرگل و خاکبیز شهر راه یافته، آرام و آسایش و روزگاری پرناز و نعمت را فراموش کرده، در تنگ دستی و احتیاج با دل گرم و شوق سرشار برای تعمیر و آبادی کشور تاجیکان کمر را سخت بستند. جای آن است که نام چند از این فداییان را برای نسل امروزه ذکر کنم تا آنها را به سپاس و گرامی داشت یادآور باشند. عبدالله جان عبدالخالقوف، پسرانش غنی و رشید عبدالله، دخترش مظفره و دامادش قاسموف، اعظم کمالوف، زیادالله شهیدی، شریف بابا کلانوف، صمد غنی، عبدالسلام دیهاتی، فاتح نیازی، معروف رسولی، عبدالحمید نیازوف. تأثیر مثبت ضیاییان شهرهای متمدن از جمله سمرقند را امروز دانشمندان زاده کوهستان تاجیک به طرز منصفانه اعتراف و تصدیق می کنند. چنانچه پروفسور خدای نظر اسحاق‌زاده نوشته است: یک پدیده مسلم است که با پیروزی انقلاب اکتبر و تشکیل جمهوری تاجیکستان باز هم تعلیم و تربیه طالب علمان بخارای شرقی و دیگر محل و ولایت‌های تاجیکستان را ختم کنندگان آموزشگاه‌های پداگوژی بخارا، سمرقند، تاشکند به عهده گرفتند. این حقیقت است. حالا بعضا کوشش میکنیم که شهر و ناحیه‌های خویش را فرهنگی و مرکز علمی و ادبی اعلام بداریم، ولی از واقعیت دور رفتن لازم نیست. علاوه ها به شرح حال استاد عینی، دوشنبه 2004،
صفحه 84. در سالهای 30 تا آخر سالهای 60 در سمرقند اکثر مکتب‌های میانه تاجیکی بود. در اطراف سمرقند در دیه و باغات، خواجه احرار، دشتک بالا، روانک، باغ بلند، آهلیک، خشرو، خواجه غلام، رجب امین، تیلاق، بخش تپه، باغ میدان، ماترید، قش مسجد نیز مکتب‌ها تاجیکی بودند. اینجا چندی از مکتب‌های تاجیکی شهر را آنچه در یاد مانده است با نام گذرها نامبر می‌کنم. مکتب مشهوری رقم 5 در گذر میرزا پولاد، دیرتر در ناحیه نوبنیاد خواجه عبدوی درون. رقم 15 در گذر فقیه ابواللیث. رقم 3 در گذر دیگ شبیریان. رقم 2 در رسته نو. رقم 6 در نزدیکی چهاررهه. رقم 8 در نزدیکی بلور. رقم 22 در گذر سوزنگران. رقم 1 در گذر قوش هاوز. رقم 11 در گذر شربتدار. رقم 32 در نزدیکی دروازه خواجه احرار. در این مکتب‌ها معلمان و مدیران جوان کار می‌کردند که به نسل سوم ضیاییان آموزگار شامل بودند. جای آن است که نام چند از این معلمان اینجا ذکر گردد، زیرا شاگردانی که تربیه آنها را دیدند نه تنها در رشته‌های گوناگون جامعه شهر خود، بلکه در ساحه‌های گوناگون حیات اجتماعی و مدنی تاجیکستان کار کردند و حالا هم مکتب و آموزگارانشان را به عرض منتداری به خاطر می آرند. اینک زیبی و خیری همسر شهید جنگ وطنی شاعر حبیب یوسفی و بعد در ازدواج با درمنویس تاجیک غنی عبدالله بود. تاشپولادوف‌ها، انزورد رجب و شمعون و از یهودیان محلی، همایون خان هادی و سلیمان خان صالحوف، عظیم خان صالحوف، شراف الدینوف، فاضل ملاقندوف، حبیب خان خواجه و صابیر و مهوش خان هادی و قیاموف. سال 1947 از طرف وزارت معارف تاجیکستان انستیتوت پداگوژی 2 ساله تاجیکی گشاده شد تا احتیاج مکتب‌های محل‌های تاجیک نشین ازبکستان و ناحیه‌های همجوار تاجیکستان را با معلمان تأمین نماید. رکتور انستیتوت عبدالحمید نیازوف از روشنفکران سمرقند دادرخواند فاتح نیازی بود که سالهای سال از سالهای 30 در ستالین آباد در وظیفه‌های مسئول کار می‌کرد. راهبر معنوی دانشگاه صدرالدین عینی به تدریس انستیتوت معلمان بهترین تجربه دار شهر را جلب نمود. موجودیت انستیتوت دیر نپایید، ولی کادرهای پداگوژی این تعلیمگاه سالهای سال در مکتب‌های تاجیکستان در خدمت آموزگاری بودند. در آخر سالهای 50 در دانشگاه نوایی سمرقند فکلته زبان و ادبیات تاجیک تشکیل گردید. این فکلته تا امروز فعالیت دارد. ختم کنندگان فکلته مذکور با راه خط یا به اختیار خود به رشته‌های گوناگون علم و مدنیت تاجیک به دوشنبه به کار می آمدند. در آخر سالهای 80 عصر گذشته انستیتوت پداگوژی به نام صدرالدین عینی تشکیل گردید. می گفتند که اصل هدف تشکیل انستیتوت تاجیکی بوده است، ولی مؤسسان دانشکده را همچون تعلیمگاه ازبکی تشکیل نمودند. در انستیتوت بجز فکلته زبان و ادبیات تاجیک، فکلته های علوم طبیعی و ریاضی نیز به زبان تاجیکی تشکیل یافته بود. پس از 20 سال تمام فکلته و استادان و دانشجویان انستیتوت به دانشگاه سمرقند الحاق گردید. مکتب و معارف تاجیک و ضیاییان ساحه‌های گوناگون علم و مدنیت سمرقند در شکوفایی حیات معنوی شهر خود در رونق رشته‌های علمی و مدنی تاجیکستان نیز سهم معین و نقش بارزی داشتند.
از طرف دیگر زمینه حیات معنوی سمرقند با روح و زبان تاجیکی در استحکام رابطه‌های علمی و ادبی شهر باستانی با دوشنبه پایه‌ای استوار بود. در این مورد جای تذکر است که رابطه‌های دوستانه ازبکستان و تاجیکستان در زمان شوروی نهایت گسترده و پایدار بود. این جانب که خود در رابطه‌های طرفین از جوانی شاهد فعال بودم، می توانم گفت که دوستی که ما و ازبکان داشتیم در چنین سطح و وسعت با جمهوری‌های دیگری همجوار وجود نداشت. در این میدان رابطه‌های سمرقند و دوشنبه مقیاس بیشتر و پروسعت‌تر داشت. در اول سالهای 50 که به دوره احیای مدنی تاجیکان نامزد کردن ممکن است، گروهی کلان ختم کنندگان دانشگاه و انستیتوت طبی سمرقند برای تحصیل اسپیرانتور به دوشنبه رهسپار شدند. گروهی کلان متخصصان جوان پس از تحصیل اسپیرانتور از مسکو و لنینگراد به دوشنبه دعوت شدند. نام و عنوان چندی از آنها را اینجا ذکر نمودن مورد مناسب دارد. محمد قل نرزقولوف، ایشان قل عثمانوف، اکابر ادهموف، بحرالله نظراللهیف، محمود اسماعیلوف، اسرائیل اسماعیلوف، فاتح حکیمزاده، اسلام عبدالسلاموف، رزاق غفاروف. دانشمندان ساحه طب که ختم کنندگان انستیتوت طبی سمرقند بودند: حمید منصوروف، منهاج غلاموف، نعمت عثمانوف، براد رحمتوف. در رشته ادبیات و ادبیات شناسی نیز مرکزهای علمی و تعلیمی سمرقند به توسط کادرهای جوان خود سهم ارزنده گذاشته است. ختم کنندگان مکتب‌های عالی تاجیکی سمرقند در ساحه‌های گوناگون علوم انسانی به کار می آمدند و در آموزش تاریخ ادبیات و ادبیات معاصر تحقیقات مهمی انجام دادند. چندی از ختم کنندگان دانشگاه سمرقند همچون روزنامه‌نگار و نویسنده در رشد و رونق ادبیات معاصر تاجیک خدمت‌های سودمندی به خرج دادند. در تصدیق این فکر نام فضل‌الدین محمدی‌اف را ذکر نمودن بسنده است که ایجادیات شادروان در ادبیات معاصر تاجیک صحیفه درخشان است. در مدت 40 سالهای 50 و 90 عصر گذشته بین دوشنبه و سمرقند رابطه‌های علمی و ادبی نهایت وسعت یافته بود. دانشمندان تاجیک سمرقند به این رابطه‌های سودمند محققان و ادیبان ازبک را جلب می نمودند. در دوشنبه و سمرقند با اشتراک عالمان ورزیده ازبک و تاجیک میزهای مدور، سسیه‌های علمی و محفل‌های جشن نویسندگان گذشته و معاصر برپا می شد. یکی از محفل‌های شکوهمند جشن 125 سالگی تولد سید احمد خواجه عجزی بود که سال 1990 در دانشگاه سمرقند سازمان یافت. در دانشگاه سمرقند سالهای سال شورای علمی دفاع رساله‌های علمی برای دریافت عنوان نامزدی از روی اختصاص ادبیات ازبک و تاجیک وجود داشت. در شورا چندین عالم جوان دوشنبه رساله‌های نامزدی دفاع کرده بودند. در شورای علمی اکادمیا و دانشگاه دوشنبه دانشمندان جوان سمرقند در موضوعهای ادبیات تاجیک رساله‌های نامزدی و دکتری حمایت می‌کردند. شعبه سمرقندی اتفاق نویسندگان ازبکستان در تحکیم رابطه‌های ادبی ازبک و تاجیک و رونق ایجادیات شاعر و نویسندگان تاجیک سمرقند خدمت‌های شایسته می‌کرد. نویسندگان دوشنبه در سمینارهای ادیبان جوان شرکت داشتند. نویسندگان ازبک سمرقند با ادیبان ازبک تاجیکستان در رابطه‌های قوی ایجادی بودند. در پیوند دوستی و رفاقت و همکاری و مبادله‌های ایجادی
گروهی کلان ضیاییان سمرقند از جمله معلمان و خادمان ساحه‌های دیگر خدمت جانسپارانه می کردند. نام چندی از آنها را با سپاس و احترام یادآور می شوم: واحد عبدالله، رحیم جان مقیموف، عبدالمؤمن فتاحوف، مولان ایگنبردیف، عطایف، ابراهیموف، رحیم ایگنبردیف، باترخان ولی خواجه‌ایف. از این گروه می خواهم درباره 3 تن دانشمندان که پیشگام و تشکیلاتچی بسیار معرکه های ما و نگهدار سنت های تاجیکی بودند مختصر نقل کنم: واحد عبدالله، رحیم جان مقیموف و عبدالمؤمن فتاحوف. عضو اکادمی علمهای ازبکستان، دکتر علم فیلولوژی پروفسور واحد عبدالله در میان ضیاییان بعد سالهای 30 عصر گذشته در سمرقند معروفترین شخص بود. و نه تنها با عنوان و رتبه‌های علمی بلکه با خصلت‌های انسانیش، بالخاصه با فروتنی، خوش‌صحبتی، شوخی و ظرافت‌گرایی و الفت و انس‌پذیراییش هر کس را زود به خود جلب می‌کرد. واحد عبدالله هنگام جوانی در تکنیکوم مشهوری بازار نهال تحصیل کرده بود. در تکنیکوم بسیار ضیاییان نامدار شهر در جوانی تحصیل کرده بودند. اکثری آنها تاجیکانی سمرقندی بودند. تحصیل هم به زبانهای تاجیکی و ازبکی بود. پدر این جانب چند سال به حیث مدیر و معلم در تکنیکوم کار میکرد. شاگردانش از جمله واحد عبدالله که بعد به پایه‌های بلند علم و معرفت رسیده بودند تا آخر عمر استاد خود را احترام می‌کردند و وی محبت شاگردانه داشتند. واحد عبدالله اولین ادبیات شناس سمرقندی بود که سال 1936 در لنینگراد در موضوع نوایی در سمرقند برای دریافت عنوان نامزد علم رساله علمی دفاع نمود. در آن وقت چنین صاحب عنوانهای علم انگشت شمار بودند و در سمرقند واحد عبدالله در این شمار یگانه و اولین بود. از همان سال سرکرده واحد عبدالله در دانشگاه نامدار سمرقند به حیث استاد تاریخ ادبیات ازبک درس می گفت. در همین دانشگاه تحقیقات علمی خود را دوام داد. در سالهای جنگ وطنی وقتی که دانشگاه سمرقند را موقتا بستند، به بناهای دانشگاه گاسپیتال‌های حربی و کورس‌های اکادمی حربی SSR جای گرفتند، واحد عبدالله بیشتر به تحقیقات علمی مشغول بود. در همین سالها رساله علمیش را در اطراف ادبیات ازبک در دایره خوارزم به انجام رسانید. در آن وقت پدرم را زود به خانه‌اش می برد و ایشان خیلی دیر به خانه برمیگشت. بعدتر فهمیدم که واحد عبدالله پدرم را برای روشن نمودن بعضی جایهای دشوار فهم شعر و نثر کلاسیکی به خانه دعوت می کرده است. شهرت و معروفیت واحد عبدالله بعد از دفاع وی از رساله دکتری در دانشگاه و بعدتر بیرون از زادگاهش افزود. خصوصاً بعد از آن که شراف رشیدوف شاگرد دانشگاهی وی به راهبریت عالی ازبکستان رسید و استادش قدرشناسی ها کرد. واحد عبدالله عضو اکادمی ازبکستان انتخاب گردید و چند سال به مأموریت رکتور دانشگاه سمرقند منصوب شد. واحد عبدالله تاجیک اصیل سمرقند بود، هرچند مثل بعضی تاجیکان این را به زبان نمی گفت. اما برای پیشرفت ضیاییان جوان سمرقند در رشته تدقیق ادبیات ازبک و تاجیک سعی و کوشش بلیغ می کرد. در توسعه رابطه و مناسبت‌های دانشمندان دوشنبه و سمرقند نیز همیشه طرفداری و جانبداری می نمود. مرکزهای تاجیکی تعلیم و تحقیقات سمرقند را حمایت می نمود، هرچند در تشکیل و تأسیس آنها نزد برادران ازبک کوشش آشکارا به خرج نمی داد.
در سالهای رکتور بودنش چندین ادبیات شناس دوشنبه با حمایت وی در دانشگاه سمرقند صاحب عنوانهای علمی شدند. واحد عبدالله در بسیار جشنهای کلاسیکان تاجیک در دوشنبه به حیث نماینده اهل علم ازبکستان شرکت می کرد. به زبان تاجیکی سخنرانی‌های صمیمانه می نمود. یاد دارم در جشن 650 سالگی میلاد حافظ نطق زیبایی به زبان تاجیکی ایراد نموده مورد تحسین و تبریک اهل مجلس و بالخاصه مهمانان ایرانی شده بود. با واحد عبدالله نگارنده دوستی و الفت صمیمی داشتم. در هر سفری سمرقند ملاقات‌های دوستانه و صحبت علمی می کردیم. هر بار با مهر و منت‌گزاری از پدرم یادآور می شد. حالا چند سال از فوت او گذشته است ولی یاد وی در دل و دیده دوستانش، شاگردانش و همکارانش باقی است. ایزد تعالی رحمتش کند. در تحکیم و توسعه رابطه‌های ادبی و علمی سمرقند و دوشنبه خدمت‌های بی‌دریغ دوست و برادری شادروانم رحیم جان مقیموف را 1922-2002 مخصوصاً باید تأیید کنم. مقیموف در عائله ضیایی تاجیک سمرقند تربیت یافته بود. بعد از ختم مکتب میانه در آموزشگاه نامدار تاجیکی سمرقند که بارها از آن یادآور شدم تحصیل نموده است. آموزشگاه به جز دانش خوب به شاگردان روح و سنت‌های بهترین ملی تاجیکی را تلقین می نمود. بعد از تحصیل آموزشگاه مقیموف به فکلته زبان و ادبیات ازبک دانشگاه سمرقند داخل می شود. وی در مدت 5 سال تحصیل در زبان و تاریخ ادبیات ازبک به درجه دانش خوب حاصل می کند که او را بسان شاگردان بهترین برای دوام تحصیل به اسپرانتو را توصیه می کنند. مقیموف تحت راهبری استاد عینی در موضوع روزگار و آثار گلخنی خوقندی رساله نامزد علم را دفاع می کند. مقیموف از سال 1950 در فکلته زبان و ادبیات ازبک به حیث استاد و بعدتر در وظیفه سرپرست فکلته خدمت نموده است. در اول سالهای 60 عصر گذشته مقیموف در تشکیل شعبه تاجیکی فکلته زبان و ادبیات ازبک از مؤسسان فعال بود. بعد از تشکیل شعبه و بعدتر به فکلته زبان و ادبیات تاجیک تبدیل یافتن آن مقیموف مدیر بخش ادبیات تاجیک بود. بعداً بسان سرپرست فکلته تاجیکی نیز ایفای وظیفه نمود. مقیموف هنوز در زمان استادیش در رشته ادبیات ازبک و خصوصاً بعد از تشکیل فکلته زبان و ادبیات تاجیک در تحکیم و گسترش رابطه‌های ادبی و علمی سمرقند و دوشنبه خدمت و همت زیاد به خرج داد. مقیموف عضو اتفاق نویسندگان ازبکستان بود. به زبانهای تاجیکی و ازبکی مقاله‌های تنقیدی، درام و نویله‌ها و به زبان ازبکی شعر می‌نوشت. چند سال کاتب مسئول شعبه سمرقندی اتفاق نویسندگان ازبکستان بود. در مدت فعالیت خود در این مأموریت مقیموف قوه‌های ادبی تاجیکان شهر را متحد نمود. با اتفاق نویسندگان تاجیکستان رابطه‌های مستحکم برقرار نمود. با وجود پیرانسالی مقیموف غیرت جوانانه‌اش را حفظ نموده بود. او تا آخر سالهای 80 عصر گذشته در فکلته زبان و ادبیات تاجیک استاد و پرستار و مشورتچی معلمان جوان بود. با مقیموف گفتن میتوان هنوز در آخرهای سالهای 40 از زمان شاگردیم در آموزشگاه دوست و رفیق نزدیک بودیم. دوستی ما تا آخر عمر شادروان برقرار و استوار بود. زنده یاد مرا برای تدریس در فکلته زبان و ادبیات تاجیک دعوت می نمود. در ضمن تدریس محفل‌های ادبی و مجلس‌های دوستانه و رفیقانه برپا می شد. در سمرقند به خانه‌های همدیگر مهمان می شدیم.
پدرم مقیموف را به خاطر شاگرد خوش سلیقه‌اش در آموزشگاه دوست می داشت و هر بار از آمدنش به حوله ما شاد می شد. مادرم نیز او را چون فرزند پذیرایی می کرد. در اولی سالهای 90 مقیموف به سبب عائلوی به مسکو رفت و همانجا مقیم گشت. در سالهای پاش خوردن شوروی و از هم جدا گشتن جمهوری ها رابطه های حتی مکاتبوی من و مقیموف قطع شد. مقیموف در اتحادیه بین الخلقی اتفاقهای نویسندگان جمهوری های مشترک المنافع به حیث مشاور ادبیات ازبک کار میکرد. از دوستم شوکت جان هنگام سفرش از حال مقیموف و اهل عائله و آگهی میافتم. بعضا 1-2 کتابی به رسم یادگار فرستاده‌اش را می گرفتم. سال 2002 بعد از چند ماه فوتش از درگذشت و اطلاع یافتم. بجز به قول معروف سوز دل و اشک روان و ناله شب و آه سحر در سوگواری او صدای از من نمی برآمد. امروز دعای من آن است که دوست عزیزم به رحمت حق برسد. امروز وقتی که روزهای نشاط‌انگیزی رابطه های دوستان سمرقندی و دوشنبهگی را به خاطر میارم، در قطار رفیقان دیرین و فقیدم عبدالمؤمن فتاحوف به یادم میرسد. من با نام برده دیرتر شناس شده بودم. وقتی که در تاشکند میخواندم و در رادیو کار میکردم، روزی به جای کارم آمد و خود را شناساند. از همان ساعت طرح دوستی به میان آمد و تا آخر دم حیاتش الفت و رفاقت مایه فرح و شادی دل ما بود. عبدالمؤمن فتاحوف در سن و سال از من بزرگتر بود. وی فرزند نخستین شخص معروفی سمرقند عبدالفتاح عبداللهیف بود که در بالا ذکری از وی کرده بودم. عبدالمؤمن در جنگ بزرگ وطنی اشتراک کرده، در اثر زخمی از جبهه جنگ برآمده چند مدت در اداره های دولتی سمرقند کار کرده است. در اول سال 1946 او را برای کار به یکی از وزارت های تاشکند مأمور کرده بودند و به این سبب چند سال در این شهر استقامت نمود. در تاشکند به واسطه این جانب و دوست و همگذرش مردان نسیموف استاد کنسرواتوری تاشکند به محفل و مجلس ما تاجیکان تاشکند راه یافت و از دوستان نزدیک و قرین همه ما شد. بعد از مدتی به سمرقند برگشت و از وظیفه های مأموری دست کشید و در دانشگاه به حیث استاد درجه نخست به تدریس مشغول شد. در ضمن تدریس فتاحوف در تاریخ پیدایش مکتب‌های نوی تاجیکی و معلم‌های اولین تعلیم اصول جدید تحقیقات خوب انجام داد و صاحب عنوان نامزد علم پداگوژی شد. فتاحوف با تحقیقات خود صحیفه‌های تاریک و فراموش شده تاریخ معارف تاجیک را برای علم و جامعه کشف نمود. در سالهایی که شخص پرستی استالینی حکمران بود، آموختن فعالیت معارف پروری عبدالقادر شکوری، اسمت الله رحمت الله زاده و شاعر و نویسنده به اصطلاح جدید عجزی کاری سهل نبود. جسارت فطری عبدالمؤمن و صداقت وی به مدنیت و علم تاجیک بود که چنین کاری مهم علمی و سیاسی را خوب انجام داد. نه تنها انجام داد بلکه یکی از محققان و مبلغان تاریخ مکتب و معارف تاجیک شهر سمرقند شد. پس از گشاده شدن اینستیتوت آموزگاری آن وقت پداگوژی سمرقند، فتاحوف به سرپرستی بخش تاریخ و نظریه پداگوژیک مأمور گردید. در مدت چند سالها فتاحوف در اینستیتوت که قریب 50% آن تاجیکی بود، گفتن ممکن است محافظ و مبارز حقوق تاجیکان محسوب می شد. در این راه خصلت جنگاورانه و برابر همین آدمگرایانه وی نقش مهم می داشت. بسیار معرکه های رابطه های دوستانه سمرقند و دوشنبه در اینستیتوت با تشبث
و راهبری وی صورت می گرفت. جشن 150 سالگی احمد دانش در اینستیتوت با اشتراک اهل جامعه سمرقند موقوف به تشبث و ارادت وی بود. سالهای آخر اول 90 صحت عبدالمؤمن فتاحов خوب نبود و حتی مدت چند بستری شد. با وجود این بسیار شاگردان و معلمان جوان در حل مشکلات خود نزد وی می رفتند. به مصلحت و راهنماییش کار می بستند. شنیدم که سال 2001 در سن 80 جهان فانی را پدرود گفته است. پاک پروردگار را به رحمت خود قبول فرماید.